لیمیت برق که خود شرکت برق تاجیک از 1 فوریه رسما اعلان کرده بود در ولایت ختلان نیز قسما بیکار شده است. از این پیش از برهم داده شدن لیمیت برق در ولایت سوغد خبر شده بود. رجب علی بایکوف سرمهندسی شبکه تقسیمات باختر به خبرگزاری از پیروز گفته است که عین زمان برق به استعمالگران در حجم پر انتقال داده می شود. در همین حال به ساکنان دهات تاجیکستان هنوز از آغاز موسم تیر ماه و زمستان به طور محدود برق انتقال داده می شود. شرکت برق تاجیک مدت زیاد جاری شدن محدودیت را انکار می کرد، لیکن آخر ماه ینور درباره از 1 فوریه جاری شدن رجه محدودی استفاده برق بر اثر نارسایی ذخیره های آبی و انرژتیکی خبر داد. در خبر ذکر شده بود که محدودیت تنها به شهرهای نسبتاً بزرگ جمهوری دخل ندارد. رجه محدودی انتقال برق تا حال در برخی از ناحیه ها عمل می کند. در شرکت برق تاجیک قبلا اظهار داشته بودند که بیکار شدن محدودیت انتقال برق به شرایط آب و هوا و ذخیره های آبی وابسته است. اما تا به حال درباره برهم داده شدن لیمیت برق خبری رسمی نشر نشده است. احتمال می رود هر لحظه برق خاموش و لیمیت برق دوباره جاری شود.